hövzə maşini alatda və təchizat zimistonunda biz öz məntəqəmizdə yaxçı işləmişik. Bəhsi məhlul sazda və məhlulda ki, yeri var burada Cənab Doktor Şuşaydan təqdir təşəkkür edirik. Çünki این سیستم هشدار اضطراری است. دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار اضطراری صادر کرده است. این یک مانور نیست. لطفاً هوشیار باشید و به تمام اطلاعات ارائه شده توجه نمایید. به اطلاع کلیه شهروندان محترم استان آذربایجان شرقی میرساند. بر اساس اعلام وضعیت اضطراری، مقررات ویژه‌ای در کلان شهر تبریز و شهرستان‌های احر، مرند، مراغه و آذرشهر به اجرا گذاشته شده است. بر این اساس، حضور در معابر عمومی پس از زمان مقرر صرفاً برای نیروهای انتظامی، کادرهای خدماتی و سایر عوامل مجاز امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورت مشاهده افراد غیرمجاز در سطح شهر نسبت به بازداشت و پیگرد قانونی آنان اقدام خواهد شد. با توجه به بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات در برخی از شهرهای بزرگ استان و به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارات بیشتر به اموال عمومی و دولتی، وضعیت اضطراری در این مناطق اعلام و برقرار خواهد شد. استانداری آذربایجان شرقی با همکاری پلیس فتا و نیروی انتظامی از تحرکات اخیر و انتشار گستردهی برخی نوارها در فضای مجازی که در آن فردی با ادعای پزشک بودند نسبت به شیوع ویروسی موسوم به غار هشدار داده است، کاملا آگاه می باشد. این نوارها حاوی مطالبی مبنی بر توانایی این ویروس در کنترل مغز و رفتار انسانها بوده که موجب شکلگیری شایعات و ایجاد نگرانی در میان بخشی از شهروندان شده است. بدین وسیله اعلام می‌گردد تمامی ویدیوهای منتشر شده در این زمینه ساختگی و فاقد هر گونه مبنای علمی و واقعی بوده و صرفاً با هدف ایجاد آشوب، بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی و برهمزدن آرامش عمومی تولید و منتشر شدند. نیروی انتظامی و مقامات مسئول ضمن رد کامل وجود چنین ویروسی به شهروندان اطمینان می‌دهند که موضوع مذکور صرفاً یک جریان ساختگی و بخشی از فعالیت‌های آشوبگرانه در فضای مجازی محسوب می‌گردد. کلیه شهروندان میبایست از تصویب نیروهای ویژه اضطراری که توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا گذاشته شده است، آگاه باشند. همکنون یگانهای ترکیبی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، ناجا و مراجع قانونی محلی در حال بررسی و تحقیق در مورد شایعات موجود درباره سرنوشت پزشک مذکور و سایر افراد درگیر در این اعمال خشونتبار و اغتشاشات هستند. از این پس هر گونه انتشار نوارها و مطالب مربوط به ویروس ساختگی موسوم به غار در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و پایگاه‌های خبری به دلیل اشاعه اخبار کذب و ایجاد تشویش اذهان عمومی مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. عاملان انتشار این گونه محتواها به جریمه نقدی به مبلغ 90 میلیون تومان و حبس تعزیری تا مدت 20 سال محکوم خواهند شد. بله، متعال پروردگارın hər nemətlərinə görə hər ləhzə, hər dəqiqə, hər saniyə şükr eləyək və bu yağıntı da ki, bu gün ərimə başlanıbdır və Təbriz şəhərinin demək olar